شب موعود فرا رسیده است و بچه ها عازم عملیات هستند. آنها طلیع داران نهضت آخرالزمانی اسلام هستند و می روند تا وعده های حق را در قرن 15 هجری قمری در کره زمین به تحقق رسانند. اکنون در سالهای آغازین قرن 15 هجری قمری، همانچنان که نبی اکرم صلی الله علیه و آله پیشگویی فرموده بودند، قوم سلمان فارسی ایرانیان علم قیام انبیاء را بر دوش گرفتند و وجودشان همچون شمسی تازه در خلأ ظلمانی جاهلیت ثانی تولد یافته است. شمسی که اشعه نورش اینک می رود تا دورترین نهایت‌های خلقت انسان گسترش یابد و آسمان‌های قلوب را تسخیر کند و مرزهای تفرقه و الحاد و شرک را از جغرافیای کره زمین بستاند.